تمامیت ارضی خط قرمز همه ایرانیاست. جنگ ایران و روس جنگ آذربایجان و روسه. ما بهش میگیم جنگ ایران و روس. مثلا خراسان در این جنگ حضور داشته؟ نه. تمامیت ارضی خط قرمز همه ایرانیاست. مثلا تنگستانی ها در این جنگ حضور داشتن؟ نه. تمامیت ارضی خط قرمز همه ایرانیاست. مثلا لرها در این مثلا ایلات بختیاری و قشقایی اینا در این جنگ حضور داشتن؟ نه. تمامیت ارضی خط قرمز همه ایرانیاست. مثلا کردها در این جنگ حضور داشتن؟ نه. تمامیت ارضی خط قرمز همه ایرانیاست. نه